سلام. امیدوارم حالتون مثل همیشه عالی باشه. فصل 10. تمام روز به نوشتن و فکر کردم به نوشته ها می گذشت. دوزداروهام دوباره کمتر شده بود. زنجیرها را اسبان باز کرده بودن و میتونستم توی حیاط تیمارستان قدم بزنم و به داستانم فکر کنم. پیاده روی تاثیر زیادی روی ایده های من داره. همیشه قبل از نوشتن از خونه بیرون میرفتم و تا وقتی که ایده ای رو که دوست داشتم پیدا نمی کردم به خونه بر نمی گشتم. یادم چند تا خیابون بالاتر از خونه من یه خونه در حال ساخت بود که تازه اسکلتش رو زده بودن و من هر وقت از کنار اون خونه نیمه کار رد می شدم یه ایده ای تازه به ذهنم می رسید. کار هر روز من شده بود همین. از خونه بیرون می زدم، به سمت اون خونه نیمه کاره می رفتم و وقتی به اونجا می رسیدم باید یه ایده جدید پیدا می کردم. گاهی وقتا می شد که چند باری از کنار اون خونه رد می شدم تا ایده ای رو که دنبالشم پیدا کنم. اما توی تیمارستان قضیه فرق داشت. اونجا فضای کافی واسه پیاده روی پیدا نمی شد و من مجبور بودم یه مسیر رو بارها و بارها قدم بزنم. خوشبختانه این کار توی تیمارستان کاملا عادی به نظر میرسه. وقتی به بیمارها نگاه میکنی متوجه میشه که همشون دارن توی مسیر میرن و میان. انگار از این کار لذت میبرن و باعث آرامششون میشه. وقت ملاقات که میرسید کنار پنجره منتظر مهران مینشستم اما خبری ازش نمیشد. چند باری هم به اطلاعات تیمارستان رفتم و ازشون درباره مهران و وکیلی که واسم گرفته بود سوال کردم. ولی اونها هر دفعه سرشون رو تکون میدادن و جواب قانع کننده‌ای بهم نمیدادن. انتظار داشت دیوونم میکرد. واسه همین سعی کردم بیشتر توی داستانم غرق شم. داستانی که من نوشتم یه نمایشنامه بود. یه نمایشنامه کوتاه که میخواستم توی تیمارستان اجراش کنم. اما یه مانع خیلی بزرگ به نام دکتر پارسا سر راهم بود. صحبت کردم با دکتر پارسا درباره اجرای تئاتر احمقانه بود. چون اون به هیچ وجه نمیخواست من به خواستم برسم و شک نداشتم که اگه قضیه تئاتر رو اجراش روی تیمارستان مطرح شه با هم مخالفت میکنه و این کار رو واسه سلامت بیمارها مضر میدونه. تا اینکه یه روز وقتی داشتم توی راهروی آسایشگاه قدم میزدم از حرفای پرستارها متوجه شدم که قراره چند دقیقه دیگه یکی از معاونهای وزیر واسه بازدید به تیمارستان بیاد و این بهترین فرصت واسه مطرح کردن اجرای تئاتر توی آسایشگاه بود. به سرعت دنبال بچه‌ها گشتم. توی آسایشگاه هیاهویی به پا بود. جوره سیگارها رو تازه داده بودن و وقتی بیمارها سیگارشون رو میگرفتن فوراً اولین نخ رو روشن میکردن و فضای آسایشگاه پر از دود میشد. بالاخره تونستم رئیس، میکائیل، سام و عزیز رو پیدا کنم. اونها روی نیمکت نشسته بودن و سیگار دود میکردن. با عجله به سمتشون رفتم و گفتم معاون وزیر داره میاد اینجا. هر چهارتاشون بی تفاوت به حرف من پوکی دیگه به سیگارهاشون میزدن. گفتم شنیدین چی گفتم؟ معاون وزیر داره میاد. رئیس گفت خب به ما چه مرخی؟ نکنه میخوایم واسش یه ربانی چیزی نگه داریم که اونم بخواد قیچیش کنه. گفتم نه، باید باش حرف بزنیم. میکائیل گفت واسه چی؟ وام میخوای؟ من میتونم واسه پول جور کنم. کافیه یه زنگ به اون پسرای مفت خورم بزنم. رئیس گفت باشه میکائیل، آفرین. همه اینجا فهمیدن تو پول داری. گفتم نه پول نمیخوام. میخوام درباره تئاتر باش حرف بزنم. یه تئاتر تو بیمارستان. رئیس گفت دیوونه شدی؟ دکتر پارسا هم گذاشت. گفتم واسه همین میخوام با معاون وزیر صحبت کنم دیگه. اگه اون به دکتر پارسا بگه حتما قبول میکنه. شما هم باید باشید و حمایت کنید. عزیز با خنده گفت تئاتر بشه دردمون میخوره. رئیس گفت حتما میخواد دوباره فرار کنه. گفتم نه نمیخوام فرار کنم. تئاتر حالمون رو خوب میکنه. رئیس گفت ما حالمون خوبه. ویلچرش رو حرکت داد و گفت من که نیستم. این حتما ریگی تو کفششه. گفتم زود قضاوت نکن رئیس. تئاتر یعنی یه زندگی دیگه. همون چیزیه که همه ما بهش احتیاج داریم. من، تو، میکائیل، سام، همه ما میخوایم حتی چند دقیقه از این دنیا فاصله بگیریم. مگه تو نبودی که به خوابیدنای من حسودید میشد؟ تئاتر هم مثل یه خواب میمونه. حتی شیرین‌تر. من یه داستان نوشتم.
یه داستان که تو شخصیت اصلی شی و همه بچه‌ها میتونن توش بازی کنن. فکرشو بکن. میتونیم کلی با هم خوش باشیم. کلی بخندیم. سام که چند روزی بود صحبت نکرده بود سرشو تکون داد و زیر لب گفت بخند بخند. نذار فکر کنن که برنده میشن. گفتم سام راست میگه. نباید بذاریم اونا هر کاری که دلشون میخواد با ما بکنن. جدا از همه اینها این داستان چند تا شخصیت دخترم داره که میتونه یکیشون گلناز باشه. اینجوری میتونی باش صحبت کنی. رئیس توی فکر فرو رفت و گفت خیلی خوب باشه ولی اول باید داستان رو بدونم. میکائیل گفت آقا رو فکر کردی مارلون براندویی؟ رئیس گفت مگه نشیدی چی گفت؟ من نقش اولم ها. صدایی از راه را به گوش می رسید. انتهای راه را دکتر پارسا و چند تا دیگه از مسئولای تیمارستان و یه عکاس رو دیدم که همراه معاون وزیر در حال بازدید از آسایشگاه بودن و به سمت ما می اومدن. دکتر پارسا با آب و تاب قسمت‌های مختلف آسایشگاه رو توضیح میداد و عکاس‌ها هم پشت سرشون ازشون عکس می‌گرفتن. از طرز رفتار و حرف زدن دکتر پارسا کاملا پیدا بود که از معاون وزیر حساب می‌برد. گفتم داستان رو بعداً واسهتون تعریف می‌کنم. دارم میام بچه‌ها. حواستون رو جمع کنین. معاون وزیر و همراهاش به ما رسیدن. مرد مهربونی به نظر می‌رسید. چشمای عسلی و موهای جاگندمی داشت و به دقت به حرفای دکتر پارسا گوش میکرد. بهشون نزدیک شدم و با ادب و احترام گفتم سلام جناب آقای معاون وزیر. میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ دکتر پارسا خشمگین گفت مزاحم نشو آرمان. بذار به کارمون برسیم. معاون وزیر با آرامش گفت بذارید حرفشو بزنه. دکتر پارسا گفت ایشون یکی از بیمارای بخش. معاون وزیر حرفش رو قطع کرد و گفت حرفتو بزن پسر جون. گفتم میدونم از دم در تا اینجا کلی بیمار جلوتون رو گرفتن و بهتون گفتن که دیوونه نیستن و اشتباهی آوردنشون اینجا. اما من نمیخوام این حرفا رو بزنم. من ازتون یه درخواستی دارم که شاید عجیب به نظر برسه. ما اینجا هیچ سرگرمی نداریم. گاهی وقتا نجاری میکنیم، گاهی خیاطی، گاهی هم میبرمون کلاسای مسخره. ولی هیچ کدوم روحیمون رو تقویت نمیکنه. من یه بار درخواست رفتن به تئاتر یا سینما رو دادم ولی دکتر پارسا مخالفت کرد. اما چیزی که الان میخوام رفتن از تیمارستان نیست. من یه نویسنده‌ام و یه نمایشنامه نوشتم. میخوام اگه بشه خودمون یه تئاتر اجرا کنیم. معاون وزیر گفت با بیمارا؟ گفتم آره. دکتر پارسا گفت جناب آقای دکتر میدونید که این کار میتونه تاثیرات منفی داشته باشه؟ گفتم تاثیر منفی نمیذاره. هنر و تئاتر باعث میشه بیمارا رفتارهای کلیشه‌ای رو بزنن کنار. این اسمش سایکودرامه. من روی این مسئله تحقیقات زیادی کردم. سایکودرام باعث سلامتی روح میشه. دکتر پارسا گفت خودم میدونم سایکودرام چیه. آقای دکتر متوجه هستین که اگه اصولی اجرا نشه باعث تشدید بیماری میشه و حال مریض رو بدتر میکنه؟ گفتم ما میتونیم زیر نظر یکی از روانشناسای تیمارستان یا حتی یکی از پرستارا تمرین کنیم. مثلا اون پرستاری که بعد از ظهر میاد. دکتر پارسا گفت ما نمیتونیم برنامه روزانه اینجا رو تغییر بدیم. معاون وزیر رو کرد به من و گفت تو به سر خوبی به نظر میای و من خیلی دلم میخواد کمکت کنم. اما دکتر پارسا که پزشک معالج شما هستن بهتر با وضعیت شما و اینجا آشنایی دارن و اگه ایشون تشخیص میدن که همچین تئاتری تو بیمارستان اجرا نشه من نمیتونم کمکی بکنم. این رو گفت و به راه افتاد. دنبالش رفتم و گفتم صبر کنید یه لحظه صبر کنید. بذارید یه چیزی رو واسهتون تعریف کنم. معاون وزیر برگشت و در حالی که با کلافگی من را نگاه میکرد سرش را به علامت اینکه میشنوم تکون داد. گفتم این تئاتر واسه من خیلی مهمه. شاید باورتون نشه اما من چند ماه پیش یک کشف بزرگ انجام دادم. یک کشف که خیلی‌ها تا حالا بهش اهمیت ندادن. یادمه اون شب چراغ اتاقم رو خاموش کرده بودم و توی تاریکی داشتم فکر میکردم تا اینکه یکو چراغ مطالعه‌ای که اتصالی داشت و همیشه خاموش بود روبروم روشن شد و نور زرد رنگی به صورت من تابید. این اتفاق من رو یاد اولین تئاتر زندگی من انداخت که نقش پسری رو بازی میکردم که میخواست خودش رو از یه ساختمون پرت کنه پایین. تو ابتدای اون تئاتر من بالای یه چهارپایه وایساده بودم و وقتی اون نور زرد رنگ به من میتابید نمایش شروع میشد. اون شب هم بعد از روشن شدن ناگهانی چراغ مطالعه احساس کردم که اون نمایش دوباره شروع شده و وقتی نمایش شروع میشه تو دیگه خودت نیستی.
دیگه یکی از شخصیت‌های داستانی. واسه همین از پنجره بیرون رفتم و لبه دیوار وایسادم. طول نکشید که جمعیت زیادی تو خیابون جمع شدن و با انگشت من رو به هم نشون میدادن. منم یکی از دیالوگای اون تئاتر یادم اومد و فریاد زدم: آها، چی نگاه میکنید؟ الان منم میام پیشتون، اما نه با پا، با سر. این رو که گفتم صدای مردم بلند شد و من واسه اولین بار تونستم با نقشی که بازی میکردم ارتباط برقرار کنم. نقش پسری که نامزدش رهاش کرده بود. شغلش از دست داده بود و زندگیش واسش جهنم شده بود و تنها واسه دیده شدن بود که میخواست خودش رو پرت کنه پایین. در حالی که مردم فریاد میزدن نپر نپر، من به این فکر میکردم که توی اون شهر، این کشور و این دنیا چقدر پسر مثل نقشی که من بازی میکردم وجود داره. پسرایی که یکی رو با تمام وجود دوست داشتن، اما اون رو از دست دادن و دیگه دوست داشتن واسهشون معنا نداره. درس خوندن اما استعدادشون داره هدر میره. کار میکنن اما چیزی یادشون نمیشه. پسرایی که ما هر روز توی قطار، کافه و خیابون داریم میبینیمشون، اما کسی از چهرهشون چیز رو نمیخونه. شاعری واسهشون شعری نمیگه و نویسنده واسهشون داستانی نمینویسه. داستانی کلیشه‌ای که واسه همه بی‌اهمیته. آقای معاون، من اون لحظه کشف کردم که گاهی باید یه نمایش ساخت و نقش دیگران رو بازی کرد. واسه اینکه بتونیم بهتر درکشون کنیم و بتونیم واسه این مدتی از خودمون دور شیم. میدونید آقای معاون، من مدت‌ها لبه اون دیوار وایسادم و مردمم فریاد میزدن نپر نپر، اما چیزی که مانع پریدن من شد فریاد مردم نبود. چراغ مطالعه‌ای بود که دوباره اتصالی کرد و خاموش شد. حالا اگه شما نمیخواین اجازه بدین که این تئاتر اجرا بشه، ایرادی نداره. اما بدونید این بیمارها نیاز دارن واسه ساعتی هم که شده از خودشون دور باشن. این رو گفتم و برگشتم و به سمت بچه‌ها رفتم. معاون وزیر کمی جلوتر آمد و گفت: وایسا، من 10 روز دیگه دوباره باید بیام اینجا. وقتی اومدم میخوام تئاترتو ببینم. اما مگه تو اینجا کس رو داری که تو تئاترت بازی کنه؟ با خوشحالی بچه‌ها رو نشون دادم و گفتم: بله بله، اینا اعضای گروه تئاتر من هستن. رئیس گفت: من نقش اولم. معاون وزیر گفت: چه گروه جذابی. گفتم: میکائیلم بازیگر نقش دوم مرده. عزیزم میتونه تو طراحی صحنه کمکمون کنه. سام حرفم رو قطع کرد و سرش رو مدام تکان داد و گفت: من سام نیستم. من بیژنم. بیژن میتونه آزدهنی بزنه. نباید بابام بفهمه. با دستپاچگی گفتم: بله بیژنم میتونه موسیقی متن کارو بزنه. معاون وزیر که متوجه دستپاچگی من شده بود بازم رو گرفت و گفت: آروم باش، نمیخوام به کسی آسیب برسه. واسه این نمایشتون به چیزی احتیاج ندارین؟ گفتم: نه، فقط یه اتاق واسه تمرین و اینکه چند روزی از برنامه روزانه آسایشگاه خارجیم. معاون وزیر رو کرد به دکتر پارسا گفت: تو این چند روز باشون همکاری کنید. دکتر پارسا گفت: اما آقای دکتر. معاون وزیر گفت: مسئولیتشون با من. گفتم: راستی یه چیز دیگه هم میخوام، قهوه آماده. معاون وزیر گفت: قهوه واسه چی میخوای پسر جون؟ گفتم: میخوام یاد خودم بیافتم. عکاسی که همراه معاون وزیر بود نزدیک اومد و گفت: آقای دکتر یکم بیاید این طرف، اینجا هم ازتون عکس بگیرم. میکائیل گفت: ما هم تو عکس میافتیم. عکاس گفت: پس یکم جمع و جورتر وایسید تا همه تو عکس باشن. رئیس گفت: این عکس رو به ما هم میدی؟ عکاس با تعجب نگاهی به رئیس کرد و گفت: آره، حتما واسهتون میارم. رئیس گفت: مریخ تو هم بیا. میدونی چند ساله که عکس انداختم؟ آخرین باری که عکس انداختم کلی مو داشتم. من هم به جمعشون اضافه شدم و رئیس و سام رو بغل کردم. عکاس گفت: لبخند بزنید. همه بلند قهقه زدن. اینم از فصل 10. امیدوارم که از این فصل هم خوشتون اومده باشه. این کتاب 17 فصله و ما حدوداً 10 فصلش رو خوندیم. خیلی نوشته های آرمان عجیبه به نظر من. داستان داره هی عجیب تر میشه. البته من این کتاب رو قبلا خوندم. به نظرتون آخرش چی میشه؟ حتما نظراتتون رو توی کامنت بهم بگین. من قول میدم که همش رو بخونم و پاسخگو باشم.
و به نظر من واقعا یادداشت‌های آرمان خیلی خیلی زیباست. هرچی که داره میره جلوتر قشنگتر هم میشه. امیدوارم که از این فصلم لذت کافی رو برده باشین. یادتون نره که کامنت بذارین و نظرتونم از من دریغ نکنید. خیلی ممنونم.